منو تو الان یه بازی میکنیم، اسمش اینه آدم انتخابگری هستی یا آدم التماسگر. اگه وقتی نیست مدام دلت تنگ میشه، اگه مدام دلت میخواد ببینیش اون تنها گزینه ممکنت شده، تو یه مرد التماسگری. اگه وقتی نیست دلت تنگ میشه ولی میدونی اولویت اول زندگیت خودتی و چون میدونی تا دلت بخواد دختر هست، پس الکی از روی ترس از دست دادن کاری نمیکنی. تو یه مرد انتخابگری. تو همیشه اول زنگ میزنی، تو همیشه اول پیام میدی و کلا تا تو چیزی نگی از طرف اون چیزی نمیاد و تو همچنان این رفتار رو ادامه میدی. تو یه مرد التماسگری. تو پیام میدی ولی اگه ببینی رابطه یه طرفه شده، خودتو کوچیک نمی‌کنی و عقب میکشی بدون اینکه ناراحت بشی. تو مرد انتخابگری هستی. فکر کنم الان دیگه فهمیدی چرا آدمایی که مولتی میلیاردرم هستن زناشون بهشون خیانت میکنن و شاید مثلا نمیتونن با زنا ارتباط بگیرن، چون خانم‌ها اگه حس کنن جز اونا آپشن دیگه ای نداری، دیکاپریو هم باشی، دیر یا زود ولت میکنن و دست خودشون هم نیست. این طبیعتشونه که برای بقای خودشون همیشه دنبال مرد قوی تر باشن، چون مرد بهتر دنیا رو ساختن و تکامل دنیا همیشه به خاطر بهترین و قوی ترین مردا بوده. پس به جای شکایت کردن که زنا چرا اینجوریان، بهترین شو. اینجا در مورد ساختن رابطه و ارتباط گیری با خانم‌ها چیزایی میگم که جای دیگه نمیشنوی. به کارت اومد فالو کن، چون ممکنه تو این شلوغی اینستاگرام دیگه منو نبینی.